معرفی شهر باستانی بنپور. این شهر در گذشته اهمیت فراوان داشته است، زیرا بر سر راه‌های ارتباطی مهم شرق و غرب واقع شده بود و رودخانه دائمی بنپور در این ناحیه امکان کشت و زرع کافی را برای مردم فراهم می‌ساخت. جغرافیا: بنپور از شرق به ایران شهر فهرج، از غرب به کویر لوط و کرمان، از شمال به بازمان و از جنوب به اسپک محدود می شود. نام: از بنپور در نقشه‌های هخامنشی با نام‌هایی از جمله پورا به نام شهر یاد گردیده است. همچنین افسانه‌ای بر سر زبان هاست که میگوید بهمن پسر اسفندیار این شهر را بنا کرده و به همین خاطر به بهمن پور و سپس بنپور معروف گردیده است. تاریخ: این منطقه در زمانهای بسیاری با عنوان مرکزیت مکران کهن مورد توجه بوده است و پادشاهان زیادی در قلعه بنپور ساکن بودند که حکومت بر بلوچستان رو بر عهده داشتند. هنری پاتینجر که از قلعه بنپور بازدید کرده است، درباره این میگه که این قلعه از جمله قلعه‌های بزرگ آسیا میباشد.